میگم به شهری خوبی یاد دیگه وقت خوردنه. بله برو. یا تو شهر چند بدم بهتون الان؟ شهر نو. بله. 4 نفریم براره می. 500 برو. دیوانه چیلی که کلی تو خرابت 500. و تل گرانه براره. 4 قدم رای براره می. میگم. دو تا سری بتون بدیم براره. نه بابا. 300 لالا. اما 4 نیم ساعت بده. نمیره لالا بیا. 400 بده لالا 400 نیم ساعت میده. 3 ساعت میده می چی نگو. نمیشه. سه براره می سه. صبر کن. خوشسواری داری ماما. خوشسواری اگه داری. پیری بیا تاشو تو خانم بیا. بیا خانم تاشو بیا. بیا تو تاشو. صاحب پاس بدم لالا. بیا تاشو اینجا بشی 10 دقیقه بیا. آن بیا تامی دالون بشی بیا. بیا بریم بشینیم لالا شما بشینیم. بشینیم شما بشین آن میام. بشین. بیسکو. مرد بعد همینجا بشینه 400 روپیه میدم دیونه خدا آنها منم دستی تا میکنم میایم بفهمیدی زودی بیا که اینجا ما که بعد اینجا شیشتم شور نخور گپی نمیگه سگ مگه نه یا एकदम سگ اگه سگ چیزی هم سنگ چیزی وردا بزنین خوب زودی بیا خوب میاد دلجان باشه چیز میزنم به تا شهر بستون میارن سنجبت چیزی ها آخه ما کو میمونیم چی چیز میزه بستونی زودتر بیا که بریم خب سایه بشیم اینجا بشی که ما کار داریم میرن لالا دیگه قیامته ما وقت نداریم براره می حالا میگذاری برم من زن خور بگون که اینجا بشینه خب بریم جوری شیخ کردیم همینجا بشینه من زودی وار میگردم میام تکون نمیخونم اینجا باشه باشه بیرون بخیر سلام اشتین خوب خیریت بخیره خیریت چری تا دیر آمدی چرا باجه تو زودتر آما نه چری باجه خوشلوچی تو من به سهرات با خونه 10 دقیقه 15 دقیقه اگه بیا آمده با خونه آمده چرا چری کارم بیا بریم با خونه بریم زن بیا آمده ها با خونه شیشته پیش خوار خو نه باور کن چرا پیاده آمدی بند بابا نفرت داره میردی پیاده من تاکسی بغله ای جان تک دربستی خودت به 400 پیر بوشو با گفتک با من و قصه که بیا بریم خونه بشین اینجا تا درس اعصابت کو خراب نیه نه کام خراب برو جلوی شو بیا باشه بیا اینجا بشین همین تعصب خوشوشی من بسر تو خراب نیه که تا جایی که جا داره بابا جان باجه گردن و بند باشه اعصاب ممیت خرابه که برف تیمور به تا محله تا کردم یک تا دولونی میگفتم اینجا بشی که سوئریا اینا غنیمت گفتم این 400 روپیه 100 روپیه تل مصرف میشه همین سوئریا رو ببرم تا کنم آیات ما اصلا برا که من زن داشتم به کجا رو تا کردم به کجا تا نکردم با کجا ما میریم یک دفعه به فکر از این استادم که ما کو میمونه به در سر گردن ما بند باشه تا در وانه کردی اگه من فهمیده باشم که زن داشتم یا زن نداشتم آفرین تو خوبه والله یک پیاله چای باجی بر کار که گلم خوش شده اینجا بشین نه به خونه که با سر صدا شما بالا نشه خوبه رو تامنیه ها نیه تو میترسی یا خوشلوچی به
عزیزم یه بیغیرت من نوکر پیرتی بودم که مرد نوکر پیرتی بودم مثل فس میکنی بابا یه عقل کردم من چلی آدم بری گب نمیزنی تو چرا بر به دست را گیلو دادی به خاطر 400 روپیه سوریه با 400 حیف من به قرآن با خونه تو حیف من به خونه تو حیف من که تو رستاندم تا تو آدم زن خوب دست را گلو میده به خاطر یک کرایه تکسیه بابا ما میگم حیات ببرفتی تو عبرت ما آفرین نگو که من حیات ببرفتم زن دادم حیات دادم میره آفرین زن حیات دادم میره بلعشه تو لا اله ببینیش بخدا اگه بینیش بخدا نکم برم باجه بخدا چی کرداری بابا باجه بله باجه چیه؟ چرا سر صدا دارین؟ نمیفهم بیرون کنی میراز خونه بعد خوش بیشه بریم بشینیم بریم چه کار باجه؟ چی سر صدا دارین؟ که من بعدی بفهمیدید باجه شوم باش یه لده بریم خوش بیشه بریم شما بشینیم بریم سر صدا نکنید بعد باجه آخه حالا که شما میمونیم آخه بگی چای بخور کارم شد چی پیاله گدشت هسته باز اصاب هم میگی خرابه فکر کنم اینا بزون میمونا وضو خونه گدشته بودم ما هم وردش نایت بیا بود باجه کار خوبه نکردی خب اصاب از این بنده خدا خرابه آدم زن خواهمتر تا میکنه به خاطر سوری همیشه روز کار میکنی با کجا رسیدی که زن خورم برات تا کنی به خاطر 400 روپیه کرایه بابا جان من میگم نفهمیدم باجه اعصاب من خراب شده نفهمیدم دورم حق بده یه بنده خدا هم حق به جانبه خب بیا بعد حالی بم مرده بعد باجه حالی بم مرده مسئله مردن نیه آدم ایتا کار نمیکنه اول خیلی تشنه ای بشالیدم من تشنگی خدا بیچاره میتن نفس سختام آدمی تا کفتکی نبیده از اون دمانی بگوش یهی میخونم که سر صدا نکنی اشتب میخونم یا زن تو پیش کرده باجه زن تو پیش لنج کرده. کم شو بزد تو بدیدی کم شو حازم آنه با اعصاب خراب بنده خدا تو حال باجه میگی آدم این کار نباید بکنه کی دیدی که زن خواهمتر تا کنه به خاطر سوری که دومه دربستی سوری خورد کجا ببردی اونا؟ به قبرستون چند نفر بیدم؟ نمیشد زن خورم جلوی میشوندی چند نفر بیدم یک دو سه بخیالم سینیم نفر و تا 5 نفر آدم به چوکی دنبال موتر میشونه یک نفر خود آدم باشه به جلوی میشونه تو اشته میگاره که تو هم باشه گپا مفت علکی میزنی کی به موتر در بسته بده زن خود میشونه اینجا کرد ای بر برو او بر زد اینا بر با میله میبردن خب ای که با سرک زن خود بشونی بیتر یا تا موتر بخوردم او خودت شما باشه جو بس کردن فایده یاره باجه ما بد کردین خودم پیاله چای تو برو کاکا برات کار خوب دیگه باجه بخیر بیا عقل نادون وقتی که بری به سرا خود نه یالا کو باشه نه بابا تو ازی که بری خوشلوچی خود بگی نه خدا یک ساعت اون من میفهمونم چی صدا خوب بالا میفهم بعد دیگه باشه یک ذره خودت شرم حیا کن من هیچ چی نمیگم بخور میبینی زن کاکا من بگی کشمیش یا دوم میدارم میبینی برای عرض کن باشه من با فکر نیم بشم خیر است صدا نه بخزایه چگاه اینجی روزه چای میشینی بخی کمی تعصب ما سر تو خرابه نه کو به تو میگم برو کمی دل یک بطر خود چپا میکنم برو خیلی رو هم داری خوش بچه بریم یا ندیم دیگه شما اینجا به جنگ کرده آمدیم متأثر ما همینه میفهمه بریم یا ندیم بریم خیر حالا بشینیم شما بریم ما درس را سعی کنم کینه با خدا روز اول میفهمیدم که تو همی که عبرتی تو خیرات میدادم نمیستوندم